سلام هموطنان ایرانی. امید هستم از تاجیکستان، یعنی از ایران شرقی. هموطنان ایرانی من، شاید بسیاری از شما خبر نداشته باشین که تاجیکستان جزو ایران شرقی است که 200 و چند سال پیش از ایران جدا شده. فعلا یک دولت مستقل و دولت صاحب استقلال است شکل، ولی هنوز هم عشق رودکی، عشق فردوسی، عشق سعد شیرازی و عمر خیام هست. هنوز هم ما نسل کوروش کبیر هستیم، نسل عمر خیام، ناصر خسرو، جلال الدین بلخی، شاه اسماعیل سامانی و با مانند این هزاران هستیم. هموطنان عزیز، هموطنان گرامی قدر من، تاجیکستان خیلی شما را دوست دارد. مردم تاجیکستان شما را دوست دارد. خواهشاً شما فراموش نکنید. ما و تو 200 و چند سال پیش از همدیگر جدا شدیم، ما را جدا کرده، ولی هنوز هم عشق ما، هنوز هم زبان ما فارسی است. عشق ما در جای است. ما قلباً شما را دوست داریم، قلباً. خواهشاً خاک خود را فراموش نکنید. ما همیشه پاسدار زبان فارسی هستیم، پاسدار تمدن فارسی هستیم، پاسدار تاریخ و هویت فارسی هستیم. هنوزم تاجیکستان همون ایران شرقی است. خواهشاً ما را فراموش نکنید. در جگر کلتان جانم، ما تک تک شما را دوست داریم. ایران وطنم، تو هستی پاره تنم.